خب امروز میخوایم با هم دیگه داستان کیندرد رو نگاه بکنیم که مثل یه سری از چمپیونای دیگه مثلا جکس واقعا بیوگرافی خیلی کوتاهی دارن و انقدر در موردشون داستان نیست. بس خیلی سریع تموم میشه. واسه اینکه بتونیم داستان کیندرد رو شروع بکنیم اول باید برگردیم به زمانهای خیلی خیلی قدیم که یه مردی زندگی میکرده که هیچ جا ازش هیچ اسمی برده نشده و همه جا ما اونو به عنوان مرد خاکستری یا مرد رنگ پریده میشناسیم. این مرد رنگ پریده شغلی که داشته شبیه مثلا اسرائیل خودمونه که آدما رو میکشته و کسایی که وقتش رسیده بوده که بمیرن میرفته و روحشون رو ازشون میگرفته و این آدما رو میکشته. واسه همین همه ازش متنفر بودن. هیچ کسی حاضر نبود این آدم رو توی زندگیش ببینه و هیچ وقت هیچ دوستی برای خودش پیدا نکرد. توی زندگیش کسی نبوده که بهش اهمیت بده و اینا تنها چیزایی بودن که این مرد خاکستری میخواسته توی زندگیش، که یه نفر باشه که بهش اهمیت بده، انقدر تنها نباشه. کل مثلا زندگیش رو با تنهایی گذرونده و از زندگی خودش متنفره، از شغلی که داره متنفره و هر شب که میرفته که بخوابه تنها چیزی که آرزو میکرده همیشه واسه زندگیش این بوده که دیگه صبحو به چش نبینه و همون شب توی خواب بمیره، چون انقدر دیگه خسته شده از این زندگی نکبتی که داره. تا یه زمانی دیگه واقعا نمیتونه تحمل بکنه و یه تبر برمیداره، خودشو دقیقاً از وسط دو تیکه میکنه تا یه دوستی داشته باشه توی زندگیش. مثلا فکر میکرده که اگه دوتا تیکه بشه پس الان دیگه یه نفر توی زندگیش هست که بهش اهمیت بده، ولی ما نمیدونیم چه جوری. تنها میدونیم این کاری که انجام میده که خودشو از وسط دو تیکه میکنه باعث میشه که هر کدوم از این تیکه هاش به یه موجود دیگه تبدیل بشن. یکی از این تیکه ها تبدیل میشه به یه بره سفید نقابدار و اون یکی تیکش تبدیل میشه به یه گرگ نقابدار. این دوتا با هم دیگه به اسم کیندرد شناخته میشن و کار همون مرد خاکستری رو ادامه میدن و کارشون این بوده که روح آدمایی که وقتش رسیده که بمیرن و از وجودشون میکشیدن بیرون و میفرستادن توی دنیای مردگان و دنیای ارواح. این دوتا وقتی کارشون رو انجام میدادن اینجوری انجامش میدادن که اگه اون آدمی که وقتش رسیده که بمیره مرگو با آغوش باز قبول میکرده و حاضر بوده بمیره، میرفته سمت بدرهه و بدرهه با یه تیر از تیر و کمونش یه مرگ خیلی سریع ولی دردناک براش به بار می آورده. ولی اگه اون آدم مثل بقیه آدمای دیگه دلشون نمیخواسته بمیرن و تلاش میکردن که از دست اینا فرار بکنن، اونجا دیگه گرگ میافتاده دنبالش و شکارش میکرده و تیکه تیکش میکرده و اینجوری میکشتنش. به خاطر همین شغلی که داشتم، به خاطر اینکه مثلا یه جولای فرشته مرگ اون دنیا بودن، توی کل دنیا توی همه جای رونترا اینا رو میشناسن. یه سری جاها اسمای مختلفی دارن ولی همه جا اونا رو هم به اسم کیندرد یا بره و گرگ میشناسن. هر جای دنیا یه جور فرهنگی دارن واسه روبرو شدن با این فرشته های مرگ. مثلا توی دماسیا اینجوری میگن که یه دماسیایی واقعی وقتی که داره میمیره برمیگرده سمت بره و با تیر بره میمیره، ولی توی ناکسوس که کلا اهل جنگیدن و اینا بودن به این اعتقاد داشتن که یه جنگجوی ناکسوس باید به دست گرگه بمیره و تا آخرین لحظه زندگیش به جنگه. توی فرالیورد که هیچ وقت نمیتونم درست بگم، توی فرالیورد اینجوریان که میان کله یه گرگ رو وصل میکنن به نیزهشون. قبل جنگ یه کاری میکنن به اسم بوسیدن گرگ، مثلا کله این گرگه رو میبوسن و وقتی نیزهشون رو پرت میکنن به این اعتقاد دارن که اون گرگه اینا رو شکار میکنه و میکشه. و تا الان هیچ کسی هم این قدرت رو نداشته، نتونسته از دست مرگ یا از دست کیندرد فرار بکنه، غیر از یه سری آدما که تونستن فرار بکنن و توی شادو آیجل مثلا قایم شدن. ولی بالاخره کیندرد یه روزی دستش به اینا میرسه و اینا رو میکشه، چون همون جوری که خود کیندرد میگه
مرگ جزو چرخه طبیعی زندگیه و بالاخره یه روزی همه به دام مرگ میافتن و فقط منتظر اینن که وقت درستش برسه که اون آدمایی هم که تونستن از دستشون فرار بکنن و گیر بیارن و اونا رو هم بکشن. این بیوگرافی کیندرد بود که خیلی کوتاه بود واقعا، خیلی بده این، چون کیندرد خیلی شخصیت باحالی داره، ولی واسه این که بتونیم یکم ویدیو رو بیشتر کش بیارم یه سری از دیالوگای توی بازی کیندرد رو میذارم که خیلی باحالن، خیلی هم اشاره میکنم به کلا داستانشون یا اینکه چجوری این کارا رو انجام میدن و براشون زیرنویس گذاشتم. حتما اونا رو هم ببینین اگه دوست داشتین. در هر صورت مرسی که گوش دادین. فعلا خداحافظ. Lamb, tell me a story. There was once a pale man with dark hair who was very lonely. Why was it lonely? All things must meet this man, so they shunned him. Did he chase them all? He took an axe and split himself in two, right down the middle. So he would always have a friend. So he would always have a friend. Are you there, dear wolf? I am, little lamb. Are you sad? I am. What does it feel like? A long hunt with no kill. How old are we, lamb? Older than those whose footsteps are long vanished. Many years. I remember them all. How long will we be together? Forevermore. Never one Without the other. Never one. without the other. Have they forgotten us yet, little lamb? All still know us, though they try to forget. Soon, we will remind them. All will know us in time. What do all stories have in common, dear wolf? They end. I see water. They are called tears. Is this what it feels like to end? I do not know, for this is not our end. Do others come back? Those who do wish they hadn't. All life is temporary. All things great and small. Die. There are so many ways to die. The only true death is to never live. Is it time? We will soon awaken from this pale slumber. We are not dreams. We are the waking. All things linger. In our shadow. Life is ours, To end. None can hide. though many try. Those who run from death stood still in life. They laugh And scream. and dance, And flee. They race from us. only to find us sooner. They know we'll come. Yet they are never prepared. Treasure your final moments. We know your name. We have always known it. All your life has led to this moment. Its heart beats fast now. It knows. Beauty fades. That is why it is beautiful. Tomorrow is a hope, never a promise. Your time has come. Ready or not. A fine life reaches its conclusion. When you see us, It's too late. No match for us. few are, dear wolf. I wonder how they see me. Ashes on wool. What sound do they make? Feathers falling on fresh snow. How does hunger feel? Always there. Peacefully they go. Hungry we follow. If it draws breath, It meets us. go easily. No! Thrash! Flee! Run if you can. Who's next? Everyone. Every life. Ends with us. How one dies shows how one lived.
They struggle. Good. This next one will be easy. And if not, More fun. embracing life means accepting death. Hush now, rest. Depart in peace. Return to nothing. Time to... End this. Lamb calls. Wolf strikes. And everywhere Lamb went, Wolf was sure to follow. And everywhere Lamb went, Wolf was sure to follow.